آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه سوره آل عمران الله متعال سه موضوع اساسی را بیان میکنه. موضوع اول شبهاتی که از طرف اهل کتاب یعنی یهود و نصارا و یا هم شبهاتی که از طرف مشرکین و منافقین ایجاد میشد. دیگه عقیده انسانهای مشرک و مرتد و مخالف بیان میکنه الله متعال که اونا چه قسم عقیده دارن. موضوع دیگه که الله متعال بیان میکنه در این آیات بعدی مسئله است که منافقا چه قسم در صف مجاهدین مسلمان داخل میشن، در صف مسلمان ها داخل میشن و بالاخره پس از این صف به یک شکل از اشکال میبراین و میخوان که در بین مردم ایجاد بکنن اختلاف و جنجال. الله متعال این را بیان میکنه و همچنان صفات مؤمنان را بیان میکنه که در مقابل اهل کتاب و در مقابل مشرکین و در مقابل شبهات از اونا مسلمان ها چه قسم مقاومت میکنن و این را هم بیان میکنه که اگر مسلمان ها در کدام جای اشتباهی میکنن الله متعال غفور و رحیم است، اشتباه خدا دوباره اصلاح میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر. الله متعال میگه بر مسلمان ها خطاب میکنه که لن تنالوا البر، هرگز شما نائل نمیشین یا حاصل کرده نمیتونین البر نیکی را حتی تا زمانی که تنفقوا نفقه کنید مما تحبون، از آنچه که شما دوست دارین. یعنی الله متعال در قسمت نفقه و انفاق خصوصا فی سبیل الله، خصوصا در راه اسلام، این نفقه را میگه شما وقت میکنین باید شما وقت حاصل میکنین نیکی را که آنچه را که زیاد دوست دارین او را انفاق بکنین. و به این علت بود که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا هر کدام وقتی که مجرد آیت شریف نازل شد، یک صحابی ابو دحداح نام داشت، این یک باغ داشت که باغ بسیار زیاد دوست داشت. حتی بعضی اوقات رسول الله صلی الله علیه و سلم در باغ میمان میکرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم خرما و بعضی میوه های دیگر را برشان میداد و برای صحابه. وقتی که آیت نازل شد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد که من اینمی باغی را که بسیار زیادی را دوست داشتم این را من چی کردم؟ به خاطر الله من نفقه میکنم. عمر رضی الله عنه از مال خیبر پیشش مانده بود، گفت من یارا کلش نفقه میکنم بر راه الله. و عبدالله ابن عمر رضی الله عنه و می قسم هر صحابی می آمدن و امو مالهایی که داشتن این چی میکردن؟ به خاطر رضایت الله چی میکردن؟ نفقه میکردن. حال موضوع دیگه در آیت 93 سوره بقره موضوعی است که یک تعداد از بنی اسرائیل آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و شبهه را پیش کردن و گفتن که شما گوشت شتر را میخورین در حالی که این گوشت شتر در ملت ابراهیم علیه السلام و یا در بین توراتی حرام شده است. الله متعال رد از اینا را گفت اینا دروغ میگن، این شبهه را ایجاد میکنن. کل الطعام، تمامی غذاها کان بود حلا حلال لبنی اسرائیل، برای بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیه السلام، یعنی غذاها حرام نشده بود، گوشت شتر حرام نبود در کتاب شما الا مگر آنچه را که حرم اسرائیل، این چیزی را که منع کرده بود یا نظر کرده بود خود یعقوب علیه السلام. در شریعت یعقوب علیه السلام اجازه نظر بودی قسم که مثلا یک غذای حلال بگه من دیگه ایره نمیخورم، نظر کردیم من دیگه شتر را نمیخورم. در شریعت رسول الله صلی الله علیه و قسمی نیست، قسمی نظر اجازه نیست. پس یعقوب علیه السلام گفت که من اینمی گوشت شتر را نمیخورم. یا بعضی ها میگن که او کدام تکلیف یا مریضی داشت به اساس، و بعضی ها میگن که او کدام تکلیف یا مریضی داشت که به اساس همون مریضی خود امی گوشت شتر را نمیخورد. اما این در تورات حرام نشده بود بالای از اینا. الله متعال میگه که اینا چی کردن؟ کل طعام، تمامی غذاها کان بود حلا حلال لبنی اسرائیل، بر بنی اسرائیل، الا مگر ما آنچه را که حرمه بند نموده بود که اسرائیل خود یعقوب علیه السلام علی نفسه، بر نفس خود
من قبل ان تنزل التورات، این وقتش ده بود که هنوز تورات نازل نشده بود. یعنی وقتی که یعقوب علیه السلام این سر خود چی کرده بود، منع کرده بود، وقت هنوز موسی علیه السلام نامده بود که بالای از او تورات نازل شده باشه. این قبل از او خود یعقوب علیه السلام نمیخواست، لکن به این معنا نیست که این حرام است از طرف حرام. حلال و حرام خو از طرف الله میشه و در کتاب الله بیان میشه و در سنت پیغمبر گفته میشه. قل بگو که فأتو پس بیاورین به تورات را، فتلوها پس او را تلاوت کنید، این کنتم صادقین اگر شما راست میگین. اما اگر شما دروغ میگین، چیزی را که خودتان از دل خود خوش ندارین که بخورین، افترا بر الله میکنین. فمن افترا پس کسی که باز تهمت میکنه علی الله بر الله، الکذب و دروغ، من بعد ذلك بعد از اینکه برش حق معلوم شد، فاولئک هم الظالمون، اینا ظالما هستن. یعنی حلال و حرام و جایز و ناجایز در کتاب ها معلوم است. آل بسیاری کسا است که ما گوشت گوسفند نمیخورم. چرا نمیخوری؟ ما گوشت گوسفند سر خود حرام کردیم. چرا حرام کردی؟ والا ما میخوایم که تقوا داشته باشیم. تو تقوایت از تقوای رسول الله صلی الله علیه و آله که بیشتر است. پس این کسی که یک چیز را که الله حلال کرده و این حرام قرار میتیش، یا پیروای خدا میگه که اشک و گوسفند نخورین که باز شما تقوا کرده نمیتونین، پس در این صورت یا این گوشت کفتر را نخورین، این گوشت کفتر زیارت است، اگر یا بخورین باز شما کشته میشین. پس این کلش افترا و تهمت بالای الله هست. چیزی را که الله حلال کرده او را ما حق نداریم که حرام بکنیم به نام فلان و به نام فلان. و هر کسی که افترا و تهمت میکنه بالای الله به دروغ، من بعد ذلك بعد از این، فاولئک هم الظالمون، اینا اینمی قسم که یهودیا ظالم شدن، به لعنت الله گرفتار شدن. شما امت رسول الله صلی الله علیه و هم به این مرض مبتلا میشید. خب قل صدق الله، بگو که الله راست گفته. فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، شما خب میگین که ما ملت ابراهیم علیه السلام رو پیروی میکنیم. آیا در ملت ابراهیم علیه السلام ایگه بود؟ و ما کان من المشرکین، ابراهیم علیه السلام از جمله مشرکان نبود که او بخیزه کار بکنه که مخالف توحید الهی است. ان اول بیت، شبهه دیگه که اونا ایجاد کردن، ببینن شبهات گفته میرن و الله او را رد کرده میره و رسول الله صلی الله علیه و آله برشان بیان میکرد. اونا شبهه را ایجاد کردن و گفتن که بهترین خانه که است خب بیت الله شریف است، و یهودی ها میگفتن که بهترین خانه که اول جور شده و او باید عبادت دو صورت بگیره بیت المقدس است. الله متعال میگه امی شبهه هم اینا که ایجاد میکنن ای دروغ میگن. ان اول بیت، یقینا نخستین خانه ای که وضع مقرر یا تعیین شده بود برای عبادت للناس، برای مردم، للذی، امو خانه است که ببکته، در مکه هست. ای در مکه مکرمه هست. مکه را بکه به خاطر از این میگفتن که جای ازدحام بود، جای عاجزی بود، جای بکا بود، مردم زیاد گریه میکردن در پیش بیت الله. للذی ببکه، آن خانه که در مکه هست، مبارکن، این مبارک است، و هدن، و جای هدایت بود، للعالمین. اهل شما میگن ما پیروان ابراهیم علیه السلام هستیم. ابراهیم علیه السلام بیت المقدس جور کرده یا کعبه را جور کرده؟ وقتی که تو به ملت ابراهیم علیه السلام هستی، خو ابراهیم علیه السلام خو کعبه شریف را جور کرده که فیه آیات بینات، در امی کعبه شریف آیات نشانه های هست، بینات آشکارا. این نشانه ها چی هستند؟ مقام ابراهیم، در اونجا مقام ابراهیم علیه السلام است، دیوالایش که ابراهیم علیه السلام بلند کرده، اسماعیل علیه السلام بلند کرده. و من دخله، دیگر علامت قدرت الله چی است؟ هر کس که در داخل میشه کان آمنا، در امن می باشد، هم از نگاه دنیوی و هم از نگاه اخروی. ولله، و خاص بر الله هست، علی الناس، بالای مردم، حج البیت، و الله متعال که فرض کرده یک عبادتی که فرض از بالای مسلمان ها چی است؟ و حج قدس نیست، حج بیت الله شریف است. من استطاع، هر کسی که استطاعت داشته باشد، الیه، به سوی بیت الله شریف، سبیلا، از نگاه راه و امکانات مالی و مادی. و من کفر، و هر کسی که کافر شد، یعنی اگر باز کسی از عبادت حج کافر شد، بعضی کسا امیال هم میگن که حج چی به درد میخوره، باید حج نریم، پیسه حج برای فقرا بدیم. پیش از حج خو زکات فرض است. و من کفر، و هر کسی که کافر میشه، فان الله، پس یقینا که الله متعال، غنی عن العالمین، غنیست از عالمیان. یکی از مفسرین نوشته میکنه، میگه وقتی که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه نازل شد، یهودیا گفتن ما خو مسلمان هستیم، پس الله متعال برشان گفت خیلی حج برین،
باز اینا گفتن نه ما حج قبول نداریم، اینا یا کافر شدن. از این خاطر میگه یا آیت شریف نازل شد که و من کفر، و کسی که کافر شوه و قبول نکنه یک حکم از احکام الله را، یعنی اگر یک کسی حج نمیره یا رفته نمیتونه یا پول داره نمیره، این علیده حکم داره. اما اگر کسی انکار میکنه بازی کافر میشه. قل یا اهل الکتاب، بگو ای اهل الکتاب، لما تکفرون بآیات الله، چرا شما کافر میشین با آیات الله؟ والله شهید، و الله شاهد است علی ما، بر هر آنچه که شما تعملون عمل میکنین. قل یا اهل الکتاب، باز برشان بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که ای اهل کتاب، شما که خدا اهل کتاب میگیرین و دیندار میگیرین و مؤمن میگین و پیرو پیغمبرا میگیرین، لما تصدون عن سبیل الله، چرا مانع میشین از راه الله؟ من کسانی را که آمن ایمان آورده است، چرا مانع مسلمان ها میشین؟ تبغونها عوجا، ای یهودیا دو عادت داشتن، یکی که مانع شریعت الله میشدن، دوم که شریعت الله را غلط و کج نشان میدادن. از این خاطر الله متعال گفت که شما چه قسم مؤمن هستین و اهل کتاب هستین که تبغونها عوجا، اول تصدون عن سبیل الله، مانع رفتن از راه الله میشین، و باز تبغونها عوجا، یعنی شما میخواین که یه متو کج و درست باشد. چرا کج نادرست باشه؟ به القاء الشبهات، شبهات شما ایجاد میکنین، و الاعتراض علی الاحکام، و به احکام الله اعتراض میکنین. اینه پس و انتم شهدا، در حالی که شما شاهد هستین، میفهمین که این پیغمبر و این کتاب حق است. و ما الله، و نیست الله بغافل، بیخبر، عما تعملون، از آنچه که شما عمل میکنید. یا ایها الذین، آل درس میده بر مؤمنا. بعضی از مسلمان ها بعضی اوقات به تبلیغات اهل کتاب متاثر میشن، تلویزیون ها را میبینن، رادیو ها را میشنون، اخبار و مجلات ها میخوانن، باز دیگه سرشان تاثیر میکنه افکار یهود، افکار نصارا، افکار کسایی که خود اهل کتاب میگیرن، یهود و نصارا میگیرن. اکثر از اینا را با سل کنین، امی یهودیا شیطان پرست هستن، امی یهودیا مثلا بسیارشان را ببینین قبر پرست هستن، امی یهودیا را ببینین بسیاری از اینا که خود اهل کتاب میگیرن بت پرست هستن، گوساله پرست هستن. از این خاطر بسیاری اوقات مسلمان ها به نظریات از اینا بعضی اوقات متاثر میشه. الله متعال بر مسلمان ها میفهمانه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان تطیعوا، اگر شما اطاعت بکنید، فریق من اهل کتاب، از یک گروه از اهل کتاب، من الذین اوتوا الکتاب، از کسایی که کتاب براتشان داده شده است، یردوکم، اینمی یهود و نصارا شما را مرتد میسازند، شما را بر میگردارند بعد ایمانکم، بعد از ایمان شما، کافرین، شما را کافر میسازند. و کیف تکفرون، و شما چه قسم کافر میشین شما مسلمان ها؟ و انتم، در حالی که شما تطلع علیکم آیات الله، آیات الله بر شما تلاوت میشه، مغز شما خلاص میشه، بر شما فکر داده میشه، اندیشه داده میشه، نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اسلام براتان بیان میشه، توحید الله با اقسام مختلفش نقطه نقطه بر شما بیان میشه. وقتی که آیات الله بر شما تلاوت میشه، و فیکم، و در بین شما رسوله، در بین شما یا رسول زنده هست، و اگر رسول وفات کرد، کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم، امانت رسول الله صلی الله علیه و سلم که احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، در نزد شما هست. شما چطور به اینا مراجعه نمیکنین؟ این از این معلوم میشه کسایی که به قرآن و سنت مراجعه نمیکنن، اینا بالاخره دشمنای اسلام سر از اینا تاثیر میکنه و اینا را کافر و بیدین میسازه، حداقل بدعتکار میسازه، متعصب میسازه. اینا وقتی که کسی به قرآن و سنت مراجعه نکرد. و من یعتصم، و الله متعال میگه و من یعتصم بالله، و هر کسی که اعتصام و تمسک بجه به چی؟ به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، فقد هدی الی صراط مستقیم، اینی انسان هدایت شده به راه راست. یعنی در هر مشکلتان ببینید که الله چی میگه و رسولش چی میگه، کتاب الله و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اتقوا الله، شما تقوا بکنین. تقوا اصلش وقایه هست، یعنی شما خود وقایه بکنین از عذاب دنیوی و اخروی الله. چه قسم؟ حق تقاته، با تقوای حقیقی. تقوای حقیقی چه وقت حاصل میشه؟ وقتی که انسان عقیده توحید با تمام اقسامش از قرآن و سنت گرفته باشه. ولا تموتن، و شما
نمیرید، یعنی الا و انتم مسلمون، مگر ای که شما مسلمان باشین. چه قسم؟ یعنی شما متأثر به کفار نشین. اگر شما متأثر به کفار شوین و در امی حالتی که شما در شک و تردد باشین، یک مرتبه دمیجه مرگ سرتان به مرگ خو وقت نداره. انسان به ترتیب به دنیا میه، به ترتیب میره. اول پدر کلان آمده، باز پدر آمده، باز نواسا آمده، باز کواسا آمده. یک وقت سهل کنی که نواسا و کواسا مرده، پدر کلان قرار چکر میزنه. نشه که شما در شبهات و شکهای اهل کتاب مصروف باشین، مرگ سرتان بیه و چی شوین؟ از این دنیا به ایمان برین. واعتصموا بحبل الله جمیعا. شما چی کنین؟ اعتصام کنین، تمسک بورزین، چنگ بزنین. به چی؟ به حبل الله، بر رسمان الله. چرا ایره رسمان گفتن؟ میگه به خاطر ازی که رسمان که هست ارتباط انسان بسته میکنه. وقتی که یک چیز را میخوای که خوب دو چیز محکم بکنی، که رسمان شخص ایره بسته میکنی. امی قرآن و سنت که از ای حبل الله هست، رسمان الله هست. ازی که محکم بگیری، سه رابطه را مستحکم بسته میکنه. کدام سه رابطه است؟ رابطه تا با الله، رابطه تا با مخلوقات الله و رابطه تا با خودت. رابطه با الله چی است؟ که عقیده توحید صحیح می داشته باشی. رابطه با مخلوقات چی هست؟ که با مخلوقات اونمو قسمی که الله و رسولش میگه تو حقوق از اینا را مراعات میکنیم. ارتباط با خود چی است؟ که حتی شخصیت خود کار نمیکنه که شخصیتت مورد سوال قرار بگیره، به شخصیت شوی. از این خاطر الله متعال میگه که و شما تمسک بورزید. و اعتصموا، اعتصام به معنای تمسک ورزیدن، به معنای چنگ زدن. به چی؟ به حبل الله، بر رسمان الله، که چی است؟ که توحید است، که قرآن است، که سنت است. جمیعا تمامی. او تو نشه که نصفش بگیرین نصفش بگیرین. بعضی اوقات بعضی کسا هست وقتی که دیندار میشن، امی یک بخش دینه که گرفت، شیطان برش میگه اوه ماشاءالله ماشاءالله، تو دیگه اینمی کار که کردی، اصلی جنتی خود تو هستی، کل کار حق پیش تو هست. الله متعال میگه نه، تمسک با قرآن و سنت به تمامی شعبات ایمان ما کم بگیرید. رسول الله میگه الایمان و بدع و 70 شعبه، ایمان 70 چند بخش داره، شما کل این شعبه ها را بگیرین. ولا تفرقوا، و تفرقه نکنین. تفرقه چی است؟ که یکی اختلاف است، یکی تفرقه هست. فرق بین اختلاف و تفرقه چی است؟ تفرقه هی است که انسان در اصول دین فرق میکنن، جدا میشن، فرقه میشن. شما خود فرقه جور نکنین. اما اگر در مسائل اجتهادی در فروعات دین تفرقه در اصول میشه، اختلاف در فروعات میشه. وقتی که در فروعات شما کدام اختلاف اجتهادی داشتین، در اینجا مشکل نیست که شما مثلا اگر اجتهادات مختلف می باشه، اینجا مختلف می باشه اجتهادات. لکن بعضی انسان‌های بدبخت و بیدین کسایی هستند که حتی مسائل اجتهادی کوچک ایره به مسائل اصول دین انتقال میتن. سر یک مسئله عادی که در اونجا مثلا علمای فقهی در او اختلاف نظر دارن، ایره میگیرن عین یکی دیگه خدا به کفر و شرک مبتلا میکنن. الله متعال میگه این کار نکنین، در بینتان تفرقه ایجاد نکنین. ولا تفرقوا واذکروا، و یاد بکنین نعمت الله علیکم، نعمتهای الله را بالایتان. اذ هنگامی که کنتم بودید اعداء، دشمنا، شما در بینتان دشمنی داشتین. فالف، وقتی که شما ایمان آوردید، الله الفت انداخت. بین الفت یعنی دوستی و محبت ایجاد کرد، بین قلوبکم، در بین قلبهایتان. فاصبحتم، بازگشتین، به نعمته، یعنی به نعمت الله. نعمت الله چی است؟ بزرگترین نعمت الله قرآن و سنت است. با اطاعت از الله و با اطاعت از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی شدین؟ اخوانا، برادرها شدین. و کنتم مبودین علی شفا حفرة، بر کناره ها. شفا حفره یعنی کرانه های من النار، آتش دوزخ. به سبب چی؟ به سبب شرکی که در بینتان منتشر بود، قبر پرستی بود، بت پرستی بود. در بین عرب های جاهلیت سنگ پرستش میکردن، چوب پرستش میکردن، حیوان پرستش میکردن، اسپند به اسپند پناه میبردن، به سنگچل ها پناه میبردن، به موره ها پناه میبردن. الله متعال میگه که نعمت خدا برای شما داد، پیغمبر فرستاد، قرآن آمد، سنت برای شما نازل شد. پس شما در حالی که بودید علی شفا حفرة من النار، در کرانه های آتش نزدیک بودین که دمی آتش دوزخ بفتین. فانقذکم، پس نجات داد شما را. انقاذ به معنای نجات است.
فانقذکم پس نجات داد شما را منها از این آتش دوزخ. کذالک این چنین یبین و بیان میکند الله سبحانه و تعالی لکم بر شما آیاته آیات خود را، احکام خود را، نشانه های قدرت خود را، لعلکم تهتدون شاید که شما هدایت یابید. این قسم الله بر شما آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و بیان میکنه میشه شما هدایت یابید. ولتکن منکم آل الله متعال میگه آل که شما مسلمان ها حق فهمیدین، ولتکن و باشد منکم بعضی از شما. بعضی ها میگن که من به معنای بعض است و بعضی علما میگن که نه، من کس اینجا به معنای چی است؟ به معنای تفصیل و توضیح هست. متوجه هستین؟ پس اینجا میگه که ولتکن و باشین منکم، یعنی بعضی ها میگن کلکم، تمام شما باید باشین چی؟ امتی باشین که یدعون الی الخیر، که دعوت میکنن به طرف قرآن و سنت. علامه ابن کثیر میگه الخیر القرآن و سنت. شما چی باشین؟ امتی باشین که دعوت میکنین دیگران را به طرف کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و یأمرون و امر میکنن بالمعروف، به نیکی ها. معروف چی است؟ ما ورد فی الکتاب و سنت، آنچه که در قرآن و سنت آمده از اوامر الله. شما به چیزهای خوبی که در قرآن و سنت است به این مردم امر بکنید. و ینحون و منع میکنن مردم را عن المنکر، از اون منکراتی که بیان شده در کتاب و سنت. براتون بیان شده که اینی حرام است، اینی شراب حرام است، اینی زنا حرام است، غیبت حرام است، اینی چیزا هست. کل از را باید چه کن؟ اولئک، اگر کسی همین قسم صفات داشت که مردم به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت میکرد و مردم به امر میکرد به نیکی ها و نهی میکرد از بدی ها، و اولئک هم المفلحون. آل نهی را پرسان میکنه کسی که ما چه قسم نهی بکنیم؟ نهی را الله رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که نظر به استطاعتتان است. ایمانت چند فیصد است؟ اگر ایمانت 100% است، من را منکم منکرا فلیغیره بیده. کسایی که ایمان قوی دارن، قدرت زیاد دارن، قوت و امکانیات زیاد دارن، اینا وقتی که یک منکر دیدن با دست خود تغییر میتن. پس این ایمانش 100% است. فإن لم یستطع، بعضی کسای دیگه از باز قدرت و قوت ندارن، ایمانشان هم ضعیف است، 50% ایمان دارن، باز میگن فمن لم یستطع فبلسانه، باز به زبان خود برش بگوین. باز میگه اگر به دستم نتانستی، به زبانم نتانستی، فبقلبه، پس باید به چی کنه؟ حداقل امو بدی را به قلب خود چی کنه؟ بد ببینه. و ذالک اضعف الایمان، این بسیار میگه ضعیفترین مرحله ایمان است. اینال یک نفر یک منکر یک جای میری، خوب ساز است، موسیقی است، نه به دست را تغییر داده میتونی، نه با زبان را تغییر داده میتونی، و نه هم در قلبت بدت میاد، بلکه خودت پیسه میتی ساز میاری. حالا امی کسایی که سازندار میره و میرقصن، این چند فیصد ایمان داره؟ این بیخی تحت صفر هستن، هیچ ذره ایمان هم در وجود از اینا باقی نمیمونه. چرا؟ ایمان 50%، 100%، من را منکم منکرا فلیغیره بیده، 100% ایمان. فإن لم یستطع فبلسانه، 50% ایمان. فإن لم یستطع فبقلبه، با قلبش 5%، 10% در قلبش ایمان میمونه. ای که خودش به اون منکر، کت منکر یک جای میشه، دوستی میکنه با کافرا، دوستی میکنه با منکرات و با سازنده و با رقاصه، خودش کست میخره و تایپ میخره و خودش بر دیگران روشن میکنه و خودش داروسی خود میره، ای باز بر از ذره از ایمان باقی نمیمانه. الله متعال میگه ولا تکونوا، و نباشید همچنان کالذین، مانند کسانی که تفرقوا، تفرقه جویی کردن. یعنی مشکل یهودیا چی بود؟ اینا خودشان در بین خود تفرقه کردن، 70 چند گروه شدن، 71 گروه، 72 گروه یهود و نصارا. اینال گفت مثل از یار شما تفرقه نکنین، الا تو فلانیستی، الا تو فلانیستی، او ربایی بنام از خود جدا کو، در مسجدتان تفرقه ایجاد شد و یکی از دیگه تان دور باشین. این الله متعال میگه نکنین. ولا تکونوا، نباشین کالذین، مانند او یهود و نصارایی که تفرقوا، یا چی کردن؟ فرقه فرقه شدن، گروه گروه شدن، در بین خود تقسیم شدن، به حساب قوم تقسیم شدن، به حساب زبان تقسیم شدن، به حساب نژاد تقسیم شدن، به حساب فروعات تقسیم شدن. این قسم در بین خود تقسیم بندی ها را ایجاد کردن، حزبای مختلف شدن، و اختلاف کردن، در بین خود اختلافات کردن که حتی بسیار اختلافات. حالا مثلا در سابق
اگر یک حنفی می بود با شافعی، با مالکی، با حنبلی، با اهل حدیث، با سلفی، با دیگه کسایی که می بودن، کل از اینا می گفتن ما پیرو کتاب و سنت هستیم، کلشان به نام اهل سنت و الجماعت بود. در مقابل اهل سنت اونجا اهل بدعت بود، کسایی که اونا به بدعت ها مبتلا بودن، اونا را اهل بدعت می گفتن. اهل سنت که نمی فرق، کسی که پیروی از قرآن و سنت می کردن. و اگر در بینشان کدام اجتهاد می بود، می خلاص من این قسم اجتهاد کردم، شما این قسم اجتهاد کردین، تو هم مسلمان هستی، مؤمن هستی، من تو را دوست دارم، منتها من مطابق اجتهاد خود عمل میکنم، تو مطابق اجتهاد خود عمل کن، اردوی ما برادر مسلمان هستیم، انما المؤمنون اخوة. بدبختی حالی چی شده که حتی فروعات اجتهادی اگر یک نفر شافعی باشه و دیگه مالکی باشه و دیگه حنفی باشه، یکی دیگه خدا چی میگن؟ تکفیر میکنن، میگه تو کافر هستی، تو رفع الیدین میکنی کافر هستی، و میگه تو که نمیکنی کافر هستی، و میگه تو دست سر سینه ماندی کافر هستی، و میگه تو نماندی. این الله متعال میگه این قسم تفرقه ها رو ایجاد نکنین. با دست ماندن سر سینه و زیر ناف کس کافر مسلمان نمیشه. این عقیده اسلامی نیست، این اجتهادات است. یک نفر میگه که حدیثی که در اینجا است این صحیح است، ما به این عمل میکنم، بارک الله فیک، عمل بکن. و دیگه میگه که نه، زیر ناف وارین دستت اینجا اجتهاد ما هست، خب خلاص پیش تو قناعت حاصل شد که این حدیث، هر کس که پیش قناعتش حاصل شد که این حدیث صحیح است و عمل کرد، الله برش اجر میده. لکن اینا میگیرن اینمی زیر ناف سر سینه را از یک فرقه جور میکنن، دو فرقه، باز مسلمانان در کله یکی دیگه خود میده. اردوی از اینا را الله خوش نداره. الله میگه وقتی که اختلاف کردین بیاین به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر کس که آیت قرآن داشت و حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت، خلاص اون امور تسلیم میشه، میگیم خلاص کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما ای که نه، ما اوتو میگم تو اوتو میگی، اگر گپ مرا قبول کردی مسلمان هستی، اگر مخالف نظر ما کردی کافر هستی. الله متعال میگه و نباشین که الذین، مانند کسانی که تفرقه کردن، از اهل کتاب یهود و نصارای سابقه تفرقه کردن و اختلفوا و اختلاف کردن من بعد ما جاءهم البینات، بعد از اینکه برشان پیغمبر آمد، کتاب آمد، سنت پیغمبرشان بودن، اینا این اختلافات کردن. و اولئک لهم عذاب عظیم، بر از اونا عذاب بزرگ است. اگر شما هم عین کار کردین، بر شما هم عذاب بسیار بزرگ است. در کدام روز این عذاب بزرگ الله برتان میته؟ یوم، در روزی که باز معلوم میشه. چه قسم معلوم میشه؟ که طبیعت دو وجوه، کسانی که حقیقتا پیرو قرآن و سنت هستند، کسانی که به قرآن ارزش میتن و به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ارزش میتن، باز چهره های از اینا سفید میباشه از خوشحالی. رسول صلی الله علیه و سلم در روز قیامت در آغوش خود میگیره که تو حقیقتا امت ما بودی، تو احادیث ما پیش تو بسیار ارزش داشت، سنت ما پیش تو بسیار ارزش داشت. وقتی که کسی برات یک حدیث مرا میخوان، فوراً به او عمل میکردی. در این روز است که اینی مردما روحایشان از خوشحالی، ولو که سیاه‌پوست باشه، ولو که افریقایی باشه، ولو که چهرهش تاریک باشه، لکن بعضی اوقات است که انسان بسیار خوشحال شه و امیروش جلایش و نور پیدا میکنه. طبیعت دو وجوه، روشن میشه روحایشان. و روحهای بعضی کسای دیگر ببینی که در دنیا خوب سفید پوست است، سرخ پوست است، مقبول است، لکن در روز آخرت ببینی که روش سیاه هست. به خاطر چی روش سیاه شدن؟ به خاطر گمراهی و بیدینی. و یوم تبیض دو وجوه و تسود و سیاه میشوند وجوه روحها. فاما الذین، پس اما کسانی که اسودت وجوههم، چرا روحایشان سیاه شد؟ میگه اکفرتم بعد ایمانکم. الله تعالی در خانه یک مسلمان خلق کرده بود، در خانه دیندار خلق کرده بود، قرآن برات گذاشته بود، سنت پیش روید بود، تو کل زیر فراموش کردی، به این کافر شدی. اکفرتم بعد ایمانکم. بعضی کسا به خاطر بدبینی به احادیث رسول الله کافر میشن. بسیاری کساست قرآن بدشان میاد کافر میشن. یکی از نواقض ایمان بد دیدن قرآن و سنت است. یک کسی قرآن بد میبینه کافر میشه. بعضی کسا سنت پیغمبر بدش میآید، به خاطر این بدی با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا کافر میشه. می آیات قرآن کی رو بیان میکنه، میگه اکفرتم، آیا کافر شدین بعد ایمانکم، بعد از ایمانتان، فذوقوا العذاب، پس بچشین عذاب را، بما کنتم تکفرون، به سبب آنچه که شما کافر میشدین. و اما الذین ابیضت وجوههم، اما کسانی که ابیضت سفید شد وجوههم، روحایشان همونطور روشن است، نورانی هستند، در روز قیامت
اینا باز در چی حالت می باشن؟ ففی رحمت الله، اینا در رحمت الله می باشن. هم ایشان فیها، دمی رحمت الله چی می باشن؟ خالدون، برای همیشه می باشن. تلک آیات الله، اینی هست آیات الله، نتلوها که ما ایره تلاوت میکنیم، علیک بالای تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ما الله، و نیست الله که یریدو که اراده کرده باشد، ظلما للعالمین، یعنی الله چنین نیست، اراده نکرده که سر کس ظلم بکنه. در اراده الله ظلم نیست. الله در ارادهش چی است؟ عدالت است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور. ولله، در این آیت قرآن رد شرک در تصرف است. بعضی کسا میگن که مثلا آسمان فلانی نگاه میکنه، کابل فلانی نگاه میکنه، مزار فلانی نگاه میکنه، گلدره فلانی نفر نگاه میکنه، شکردره فلانی نگاه میکنه. نه برادر، این اعتقادات این شرک است در تصرف. مخلوق چیز را نگاه کرده و حفظ کرده نمیتونه. ولله، و خاص برای الله هست تصرف ما آنچه که فی السماواتی در آسمان ها هست، و ما فی الارض و آنچه در زمین است، و الی الله و بسوی الله متعال ترجع و رجوع کرده می شود الامور و تمامی کارها، یعنی تمام چیزها به طرف الله رجوع میشه. باز الله متعال امت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که شما بهترین امت هستین. و مردم شما خب بهترین امت هستین، اختلاف نکنین، تفرقه نکنین، خدا مثل یهود و نصارا و مشرکین نسازین. بهترین امت هستین، وظیفه‌تان بشناسین. اگر اینی کارا را کردین شما بهترین امت هستین، اگر نکردین باز شما هم در روز قیامت رویتان سیاه میشه، در صف یهود و نصارا و مشرکین و کفار قرار میگیرین. خب آل ما میخوایم که بهترین امت باشیم یا هستیم بهترین امت در علم الله متعال. الله متعال بهترین امت در علم خود، یعنی کنتم بودید فی علم الله او فی الکتب السماویه وصفکم، یا در کتابای آسمانی وصف شما بود. چی بود؟ که یک امتی میگن که یا خیر امت هستن، بهترین امت. چی وظیفه دارن؟ یا بر خاطر نفس خود میگن اخرجت للناس، یا بیرون شدن. برای چی؟ برای خدمتگاری برای مردم که توحید وحدانیت و رسالت بر مردم میرسانن. تأمرون، امر میکنین، اخرجت خارج شدن، للناس بر مردم. تأمرون که امر میکنین بالمعروف به نیکی ها و تنهون عن المنکر. خود خود اصلاح کردین، عقیده خود خود جور کردین، بعد از این آل از خود خلاص هستین، در بین خود هیچ اختلاف نمی داشته باشین. اینی امت حقیقی است. ولی شما باز وظیفه‌تان انجام میدین که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، و منع میکنین از بدی ها، در حالی که و تؤمنون بالله، در حالی که خودتان یقین دارین به الله. آمنت بالله و ملائکتی و کتبه و رسولی. قبر پرست نیستین، بت پرست نیستین، اسپند پرست نیستین، درخت پرست نیستین، قبر پرست نیستین، کلتان موحد یکتا پرست هستین. در این حالت دیگران را هم دعوت میکن. ولو آمنه، باز اگر ایمان بیاره اهل کتاب، اگر شما باز دعوت کردین اهل کتاب و اونا هم ایمان بیارن، لکان خیر لهم، باز اینا برشان بسیار خوب می باشه. منهم المؤمنون، خفه نشین، در بین اهل کتاب هم مؤمنا هستن که اینا وقتی که برشان قرآن و سنت گفته شود ایمان میاره. مثل که ما و شما میبینیم میشنویم که مثلا در امریکا اینقدر نفر اهل کتاب مسلمان شدن، اینقدر کافرها مسلمان شدن، در اروپا اینقدر مردم مسلمان شد، در ژاپن اینقدر مسلمان شدی که فهمیدین. میگه و منهم المؤمنین، بعضی از اینا هم مؤمن هستن، و اکثرهم الفاسقون. لکن به یاد داشته باشین که در زیر تاثیر اکثریتشان نرین، چون آله باز غربی ها میگه ما اکثریت قبول داریم، و اکثریتشان دموکرات هستن، اکثرشان سکولار هستن، اکثرشان فاسق هستن که از اطاعت الله برآمدند. خب آیا کافرها وقتی که کافر میشن بر ما ضرر رسانده میتونن؟ الله متعال میگه اگر شما مؤمن واقعی باشین اونا بر شما ضرر رسانده نمیتونن. لن یضروکم، هرگز ضرر بر شما رسانده نمیتونن این کافرها، الا مگر اذن، یک اذیت کوچک زبانی. آل کافر زورش نمیرسه که مسلمانا را کاملا نابود بکنن. اگر شما مسلمانای واقعی باشین بر شما ضرر رسانده نمیتونه. قرآن الله حفظ میکنه، شما را هم الله متعال حفظ میکنه و مقام عالی میتونه. لکن اذیت های کوچکی که از طریق رسانه ها
توهین میکنن، تحقیر میکنن، شما تروریست هستین، شما فاندامنتالیست هستین، شما اکستریمیست هستین، افراطی هستین، چطور هستین. این اصطلاحات میگن سر از این رأی نزنین. این اصطلاحات از اینا تمام روز است. یتیم میگه قسیلی خورده که دی سیلیگکا هیچ رأی نمیزنه. این تهمت‌های ناقی و گپ‌های دروغ سر شما تهمت میکنن، لکن متاثر نشین. لا یضرکم، بر شما ضرر رسانده نمیتونن، دنیایتان خراب کرده نمیتونن، آخرتتان خراب کرده نمیتونن. حتی اگر شهید هم شوین مقام بسیار عالی داشته باشین. و این یقاتلوکم، و اگر با همراه شما قتال یا جنگ بکنن، یولوکم الادبار، چند وقت جنگ میکنن، شیرک هستن، دیگر روز ببینید خودشان میگروزن، فرار میکنن، چیغ زده میرن ببرن. ثم لا ینصرون، باز بر از اینا نصرت و کمک نمیشه. چرا اینا این قسم هستن؟ به خاطر از اینا این حالت دارن این مردمای کافر که الله متعال اینا را در دنیا و آخرت ذلت برشان نصیب کرده. الله متعال میگه که ضربت زده شده علیهم، بالایشان، الذلت و ذلت، اینما ثقفوا، هر جایی که یافت شوند و گرفته شوند. در هر جایی که ببینید الله اینا را ذلیل ساخته. قانونشان قانون ذلیلانه. فیلمایشان سعی کنید ببینید چقدر اینا ذلیل هستن، چقدر بی حیا هستن، چقدر قاتل و جانی و دشمن انسانیت هستن. هر جایی که گرفته شوند، الا بحبل من الله، مگر با بازگشت و پیوند حاصل کنند از جانب الله، یعنی به شرطی که به الله ایمان بیاورند، و حبل من الناس، و یا هم به چی؟ به این که مردم بالا از او اعتماد کنن، باز اینا با منافقت زندگی کنن. منافقایش یک کمک آرامش پیدا میکنن به خاطر منافقت خود، لکن الله رسوایشان میکنن. و باءوا بغضب من الله، و اینا برگشتن به غضب از جانب الله. و ضربت، و زده شد علیهم، بالایشان، المسکنت، مسکین و خواری. مسکین و خواری این نیست که آدم پیسه نداشته باشه. یک نفر سیل کنیم مسکین او است که موتر داشته باشه آرامش نداشته باشه، خانه لوکس داشته باشه آرامش نداشته باشه. شما سعی کنین که یک نفر بسیار، یک امریکایی بود گفت من چند میلیون دلار داشتم، 5 میلیون دلار سرمایه داشتم. با وجود از اینکه گفت من 5 میلیون دلار سرمایه داشتم، لکن من احساس راحت نداشتم، آرامش نداشتم. پرسانش که چه وقت آرامش پیدا کردی؟ گفت روزی که گفتم که لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمان شدم. اما روزی که مسلمان شدم، باز او وقت برای ما چی شد؟ برای ما آرامش پیدا شد. آلی کفار چرا مثلا در جهان دیگه میرن چی میکنن؟ جنگ میپرتن، در افغانستان جنگ میپرتن، در عراق جنگ میپرتن، در سوریه جنگ میپرتن. چرا؟ آخر که پرسانش که میگه ما میخوایم که پیسای از یاره، سرمایه از یاره، امی معادن از یاره بگیریم. قلبا فقیر و در بدر هستن. بعضی کسات فقری نیست که تو پیسه نداشته باشی. یک نفر در پد جیبش الله براش استغنا داده، هیچ گدایی نمیکنه. یک نفر ببینید که میلیون ها میلیون پیسه داره، هنوزم ببینید گداییگری میکنه. الله متعال میگه که چی شده؟ و باءوا بغضب من الله، امی یهودیای اهل کتاب شما سائل کنین، اینا غضب الله سر از اینا نازل شده. نصرانی‌ها رو سائل کنین، و ضربت علیهم المسکنه، و بالای از اینا زده شدن مسکینی، قلبا مسکین هستن. ذلک بانهم كانوا، بخاطر که اینا کانوا بودن یکفرون بآیات الله، کافر میشدن با آیات الله، و یقتلون الانبیاء بغیر حق، و به قتل میرساندن پیغمبرا را بدون حق، ناحق، هیچ حق نداشتن که اونا را بکشن، لکن اینا اونا را میکشن. ذلک ای کل بدبختی ها بما عصوا، به خاطر چی است که نافرمانی از حکم الله کردن. و کانوا یعتدون، کسایی بودن که تجاوز میکردن در حدود و حقوق الله. دیگه مسئله ای است که شما یهود و نصارا را کلش یک قسم سائل نکنین که باز بگین که نه والا چطور است. الله متعال میگه نه، همیشه در گپ‌هایتان عادل باشین. لیسوا سوا، کل یهود و نصارا کلشان یک قسم نیست. من اهل الکتاب، از اهل کتاب، امتون، یک امت یا یک گروهی هستند که قائمتن، به حق قائم هستند، یتلون، تلاوت میکنن آیات الله، آیات الله را آناء اللیل، ساعاتی از شب، و هم یسجدون، و اونا به الله سجده میکنن. یؤمنون، ایمان میآورن، بالله، به الله، و الیوم الاخر، و به روز آخرت، و یأمرون بالمعروف، و امر میکنن مردم به نیکی ها، و ینهون، و منع میکنن عن المنکر، از منکرات، و یسارعون فی الخیرات، و یا بسیار سرعت میگیرن در خیرات. مثل عبدالله بن السلام، ای عالم یهودی بود، آمد عاجل پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و کلمه شهادت خواند. اینه. یا مثلا سلمان فارسی، ای اهل کتاب بود، نصرانی بود، در عقیده نصرانیت بود، راست آمد این سفر کرد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، و سلمان فارسی آمد در جمله صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد. و اولئک من الصالحین، اینمی کسایی که مثل عبدالله ابن سلام هستند و یا مثل سلمان فارسی هستند. اولئک من الصالحین، اینا از جمله صالحان هستند.
و ما یفعلوا من خیر و هر چی که آن اعمال خیر میکنن فلن یکفروه، پس هرگز اینا چی نمیشن، اعمالشان کفران نمیشه یا اعمال نیکشان از بین نمیره. ایمان قبلیشان هم الله برشان اجر میتن، ایمان فعلیشان به این پیغمبر هم الله برشان اجر میتن. والله علیم بالمتقین، والله و الله متعال علیم بسیار با خبر است به انسانهایی که قلبا با تقوا هستند. اما در مقابل از کسای دیگه شان ان الذين كفروا، اما کسایی که کافر شدن لن تغنیه، هرگز فایده نمیکنه عنهم ازشان اموالهم مالهایشان ولا اولادهم و نه هم اولادهایشان من الله شیئا، هیچ چیزه. اونا فکر میکنن والا ما مال داریم زیاد اولاد داریم، اگر زیاد اولاد و مال داشته باشی الله متعال میگه او نمیتونه که بر تو کدام فایده برسانه. و اولئک اصحاب النار، اینی مردم ها چی هستن؟ و اولئک و همین گروه اصحاب النار اهل دوزخ هستن، هم ایشان فیها در همین دوزخ خالدون بر همیشه می باشه. آل کسانی که میگه کافرها خود پل جور میکنن، سرک جور میکنن، بازمین بسیار کارهای خیریه میکنن، مؤسسات خیریه جور میکنن. الله متعال میگه که مثلا ما ينفقون، آن چیزی که نفقه میکنن این مردمای بیدین فی هذه الحیات دنیا، در زندگی دنیا، که مثل ریح مانند یک باد است، فیها سر که در بین از طوفان بسیار شدید است، اصابت حرث قوم، این باد با امرای طوفان بیاید، اما تا آتش هم هست در بین از این طوفان. ای بیاید دمی یک باغ بسیار کلان داره، ای کافر دمی باغ از این سبمی آتش به اینال کل از این رسای کنه، چی میکنه؟ کلش نابود میکنه. چی نصف درختایش چیز چپا میکنه، همی شمال و باد و طوفان، نصف دیگه شما آتش در میته از بین میبرن. اصابت که برسه به حرث قوم، اعمال از اینا مثل اینمی باغ است که سر از او آتش میه، آتش کفر تمام حاصلات از اینا را، خیر از اینا را از بین میبرن. حرث قوم که اجزار قومی را که ظلم انفسهم، که ظلم کردن بالای نفسهم، بالای نفسهایشان، فاهلکت، و پس او را هلاک کرد. و ما ظلمهم الله، میگه و ما ظلمهم الله، الله متعال بالای اینا ظلم نکرد، ولكن انفسهم یظلمون، ولكن اینا بالای نفسای خودشان ظلم کردن، خودم مستحق عذاب کردن. آل شما مسلمان ها، بعضی مسلمان ها میگه اگر ما بعضی مسلمان ها را باز ببینید که کافرها دوستی میکنن، بازور خوب امراض خود میگیره، که از اون میشینه، که از اون قسم میکنه، مشاور میسازه برای خود، کافره. الله متعال میگه اگر تو مسلمان هستی این کارا نکو، اما اگر تو به زبان میگی من مسلمان هستم این کارا را میکنی، تو دروغ میگی. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، شما خودم مؤمن میگیرین، مسلمان میگیرین، باز میگین که ما دوستی با الله داریم، دوستی با دوست الله داریم، دشمنی با دشمن الله داریم. وقتی که شما خودم مؤمن میگیرین، لا تتخذوا، پس نگیرید، بطانتان، دوست همراز. بطانه در زبان عربی چی میگه؟ عمو لباس که بدن انسان چسبیده باشه. و بطانیه در زبان عربی چی میگه؟ کمپل میگن، که کمپل سرت میپده کلت هم میپوشونه. میگه او تو دوست نگیرین که کل رازها و کل اسرار تو در مزیر کمپل بر از معلوم باشه. متوجه هست؟ یعنی او را بسیار نزدیک و دوست نگیرین. اینال شما اونا رو بسیار به خود دوستایتان نگیرین، من دونکم، بغیر از خودتان، بغیر از مسلمان ها. وقتی که فهمید کافر است، مشرک است، منافق است، مبتدع است، از او دوری بکن. لا یعلونکم خبالا، ای کفار و منافقین و مشرکین و مرتدین اینا برای شما کوتاهی نمیکنن در ضرر رسانی. خبال چی رو میگه؟ خبل ضرر و شر میگم. ود و آرزوشان چی است؟ معاناتم، معانات شما. معانات چی رو میگه؟ سخت، در سختی انداختن شما. میخوان که شما را هر روز در سختی ها پرته، هر روز در خانه تان، در وطن تان جنگ باشه، بدبختی باشه، مسلمان ها یکی دکله دیگه بزنن. این کلش برنامه هایی است که کفار این آرزو میکنن. قد بدت البغضاء من افواههم، شما خب بی عقل نیستین. اگر قلبتان قلب مسلمان است، چشمتان چشم مسلمان است، درک میکنین، شما سعی کنین که آشکارا هست. قد بدت، یقینا که آشکار شده، البغضاء، و دشمنیشان، من افواههم، از زبان خود دشمنی خود بیان میکنن. چه قسم دشمنی خود بیان میکنن؟ کارتونای پیغمبر سر یک کس توهین پیغمبر کنن، یک کارتونش جور کنن، برای او $10,000 چی میتن؟ بخشش میتن. و میگن هر کس که پیغمبر بد گفت، قرآن بد گفت، اسلام بد گفت، باز او را چی میکنن؟ او را آشکارا ویزا میتن، پاسپورت میتن. حتی بسیاری کافرای که در بین مسلمان ها کافر میشن، نه همین مرتدایی که در بین مسلمان ها بعضی مرتد میشن، باز او را به خاطر مرتد شدنش چی میکنن؟ ویزا میتنش. باز میگه فلانی مرتد چه شد؟ وقت اون پذیرفته شد در غرب. این میگه سعی کنن که
همین دشمنی از اینا از زبانهایشان معلوم میشه، از تلویزیونهایشان. سعی کنید چقدر مسلمان ها را بد میگن، از رادیوهایشان معلوم میشه، از تبلیغاتشان معلوم میشه، از گپ زدنشان. کسان که بشینی میبینی که مسلمان ها را تروریست بگو، مسلمان ها را مثلا بنیادگرا بگو، دهشتگر بگو، شما مثلا اهل فلانی هستین، افراطی هستین، چی هستین. این ما شما که اینجا قرآن میخوانیم، اینجا قرآن و سنت میخوانیم، وقت کل ما را در لیست چی میگیره؟ افراطی. اگه کل ما بخیریم در مسجد رقص بکنیم، باز میگه اوه بسیار مسلمان وسط. مسلمان وسط چی است؟ رقاصه. هر کس که زن خدا آورد ما رو هم رقصان، بازو خوب وسط مسلمان است. اگر نه که قرآن خوانی، سنت خوانی، اینه میگه شما یا افراطی. الله سیکن از برای یا الله یا الله. قد بدت البغضاء، یقینا که آشکار شده است البغضاء، اما بغض و عداوت و دشمنیشان، من افواهیم، از دهانهایشان. شما سعی کنین رسانه‌هایشان، زبانهایشان، نوشته‌هایشان، کتابهایشان. عقل دارین. بعضی کسا است که میگن مسلمان، خدا میگه اونم قسم مسلمان است که بیدین از کافر وارث. لهم قلوب لا یفقهون بها. خب میشنوه که دشمن اسلام چی برنامه داره، هیچ نمیفهمه. بچه‌ش میبینه که دشمنای اسلام قرآن در داد، سر پیغمبر توهین کرد، بازم میگن بسیار خوب مردم هستن. الا لعنت الله علی الظالمین. اینا الله متعال میگه که قد بدت البغضاء، اینا امی دشمنیشان آشکار شده هست، من افواهیم، از دهانهایشان، و ما تخفی صدورهم اکبر، و آنچه را که قلبهایشان میپوشانه در سینه هایشان است، او را خانوز بر شما و برنامه های داخلی خود براتان نمیگن. او میگه اکبر و بزرگتر است. سبحان الله. که قرآن عظیمشان کل گپا را برای مسلمان ها میگه. افسوس که مسلمان ها قرآن میخواندن. قد بینا، الله متعال میگه یقینا که ما با عظمت ما بیان کردیم لکم برای شما الآیات، نشانه ها و علامات را، این کنتم تعقلون، اگر شما از عقلتان کار میگیرین. الله براتان عقل داده. اگر عاقل هستین بشناسین دشمنایتانم. ها انتم هؤلاء، بی دیگه مشکل شما چی هست که شما بدبختی میکنین، میگین که ما اونا را دوست داریم. ها انتم، اینک شما آگاه باشین که شما اولای او گروه های هستین که تحبونهم، شما دوست میداشته باشین کافرها را، لکن ولا یحبونکم، اونا شما را دوست ندارن. هر قدر شما دوستی بکنین، اونا باز که شیشتر میگه این لوده مردم است، داره که دوست خود میگیره. تو یک غلام آدم هستی، من تو رو به غلامی خود استفاده میکنم. شما او رو دوستی میکنی که اتشان بسیار دیگه میری در مؤسسه موضوعشان برش خوب، اما تو پالش میدی و بسیار خدا آماده میکنی، خدا برش خوب کوپ میکنی. میگه رفته بودم با ملاقات جورج بوش، رفته بودم با ملاقات مثلا ترامپ. اونا چی از رو محبت میکنی؟ ولا یحبونکم، اونا ابدا شما را دوست نمیداشته باشه. و تؤمنون بالکتاب کله، در حالی که شما به تمام کتاب ایمان دارین. اگر به تمام کتاب ایمان دارین پس آیات را بخوانین که الله شما را منع کرده از دوستی و محبت کفار. و اذا لقوکم، اونا وقتی که همراه شما ملاقات میکنه، روبرو میشن، قالوا میگوین که آمنا، ما هم ایمان آوردیم. و اذا خلوا، و وقتی که اونا به خلوت تنها شده بین خود، عضوا علیکم الانامل، عضوا به دندان میگیرن علیکم بالا شما الانامل، یگانه که بسیار قار شده، از بسیار قار می دندانای خشیان که مسلمان‌ها دکیریم که چیزش کنم. این قسم میگه عضوا به دندان میگیرن علیکم بالا شما الانامل، امی سر انگشتای خود را، من الغیظ، از چی؟ از فرط غضبی که بالای مسلمان ها دارن. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، به اهل کتاب، به یهود و نصارا و مشرکین و دموکرات های، اینمی کسایی که مخالف قرآن و سنت هستن، بگو که بمرین. قل بگو برشان که موتو، بمرین بغیظکم، به می حسادت و تعصب و تکبرتان. ان الله علیم بذات الصدور، یقینا که الله بسیار عالم است آنچه که در قلبایتان است، که آیا شما واقعا به الله، به کتاب الله و سنت رسول الله ایمان دارین. حال دیگه صفت کفار چی هست؟ اهل کتاب، یهود و نصارا. ما مسلمان ها بشنوین ببینین از قرآن نگه پای الله هست. میگه من براتان میگم الله متعال بفهمین که کفار این تو مردم است. ان تمسسکم حسنتون، اگر برسد بر شما حسنتون، یک نیکی، یک پیشرفت بکنین، یک چیز را اختراع بکنین و بفهمه که این مسلمان ها در فلانی منطقه نظام اسلامی را جور کردن، تسوهم، بسیار جگرخون میشه، بسیار خفه میشن که الله مسلمان های قدر پیشرفت کردن، مسلمان قدر علم و دانش حاصل کرد، خفه میشن. و این تصبکم سیئتون، و در گانجایی که اگر شما کدام شکست بر شما برسه، کدام بدی بر شما برسه، کدام اشتباه شما رخ بده، یفرحوا، بسیار خوشحال میشن بها، به او. و این تصبروا، اگر شما صبر کنین در آنچه که الله بر شما حکم کرده، و تتقوا، و وقایه کنید خود را از عذاب الهی، و خود وقایه کنید از دوستی کفار.
لا یضرکم کیدهم شیئا، هیچ ضرر بر شما رسانده نمیتونه کیدهم دسیسه هایشان شیئا هیچ چیز. ان الله بما تعملون محیط، بما یعملون محیط. ان الله یقینا که الله متعال بما به آنچه که یعملون عمل میکنن امینا محیط، الله تمام از اینا را احاطه کرده، تمام برنامه هایشان چی هستن؟ تمام برنامه‌هایشان الله متعال میفهمم. آل دی آیت بعدی الله متعال بیان میکنه که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم خریطه استراتژیک جنگی را صوبکی آماده میکرد، برای کی؟ برای صحابه خود که به خاطر جهاد حرکت بکنن. الله متعال میگه که و هنگامی که غدوت در صبحگاهان خارج شدی من اهلی که از خانوادیت، تبوئ المؤمنین تا آماده بسازی چی کنی؟ المؤمنین مؤمنان را مقاعد به پایگاه های نظامیشان، به خریطه جنگیشان یا مکان استراتژیکشان برای جهاد، للقتال برای جهاد، قتال جهاد مسلح با امرای دشمنای اسلام. والله متعال سمیع بسیار شنواس، علیم بسیار عالم و بسیار با خبر است. اذ هم الطائفتان، در اینجا چی شد؟ وقتی که مسلمان ها حرکت کردن به طرف احد، در بین مجاهدین مسلمان ها بعضی اوقات منافق ها داخل میشه. اگر کدام وقت منافق الله رسوا میکنه که فلانی مجاهد بود، آلکت خارجی و امریکایی دوست شدن، تو خفه نشو. به خاطر چی؟ به خاطر که در بین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و 300 منافق جای گرفته بودن. چند؟ 300. یا به احد برآمدن. وقتی که به احد برآمدن، اینجا یا کوشش میکردن هر چیز میکردن. در اساس ابی ابن سلول بود رئیس منافقه. خوب در نیم راه که رسیدن، یک دفعه ابی ابن سلول گفت که ما خود شما نمیریم، ما نظر داشتیم که باید جنگ در مدینه بکنیم، شما برآمدین در احد، ما نمیریم کدتان. الله متعال این 300 نفر را رسوا کرد. حتی بعضی از مسلمان ها چی شدن؟ بنو سلمه و بنو حارثه وقتی که تبلیغات منافقا را شنیدن، اینا هم متأثر شدن. الله متعال میگه متأثر نشین. فلان نفر مجاهد بود، خیلی او چطور کردن؟ خب منافق بود، ابی ابن سلول بود، خب زده بود خود در بین صف. الله رسوایش کرد. اذ همت، وقتی که تصمیم گرفت طائفتان، دو طایفه از شما که متأثر شده بودن به گپای امی منافقا، او دو طایفه کی بودن؟ بنو سلمه و بنو حارثه بودن. یکیش از اوس بود، یکیش از خزرج بودن. اینا مسلمان های مدینه بودن. اینا فکر کردن که والا این منافقا چی میشه؟ یا هم آمدن دیگه وی حیوان به جهاد نریم، یا خو انتو میگن. اذ همت، وقتی که تصمیم گرفت یا همت ورزید، طائفتان، دو طایفه از بنو سلمه و بنو حارثه، منکم از جمله شما، ان تفشلا، که سست و ناکام شوند. والله ولیهم، لکن الله میفهمید که اینا دوست از اینا الله بود. الله میفهمید که اینا منافق نیستن. چی کردن؟ پس الله متعال در قلب از اینا دوباره پس اینا را به راه درست هدایت کرد. والله ولی دوست از اینا بودن، اینا پس دوباره به جهاد رفتن. و علی الله، و به الله فلیتوکل، باید توکل بکنن مؤمنون مسلمان ها. ولقد نصرکم الله ببدر، الله متعال میگه ولقد، و یقینا که نصرکم الله، لام اکثر قد داخل شد و بعضی میگه به معنای قسم است. مفسرین علما میگن یعنی میگه الله متعال قسم یاد کرد که یقینا که الله متعال نصرکم، کمک کرد شما را به بدر، در غزوه بدر. و انتم، در حالی که شما اذلت، بسیار ضعیف بودن، 313 نفر مجاهد بودن، امکانات استراتژیکتان بسیار کم بود، امکانات خریطه های جنگیتان و امکانات مثلا لوجستیکیتان، سلاحتان، کلش تعدادتان کم بود. لکن الله متعال نصرت کرد. تنها کامیابی خود به سلاح و مهمات نیست، درست کس که سلاح و مهمات گرفتین، لکن اصلا نصرت قوی از جانب الله هست که وقتی کسی با الله باشه، باز الله لشکرهای دیگه داره به غیر از انسان ها، بازو لشکر خود در بین شما روان میکنه. لقد نصرکم الله ببدر و انتم، و در حالی که شما اذلتون بسیار ضعیف بودین، تعدادتان کم بود، امکاناتتان کم بود، لوجستیکتان کم بود. فاتقوا الله، پس بترسین از الله، لعلکم تشکرون، شاید که شما شکر بکنین. حال کمک الله چه قسم آمد؟ لشکر الهی چه قسم آمد برای اینا؟
اذن گامی که تقول میگویی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم للمؤمنین، برای مؤمنا رسول الله صلی خیز برای مؤمنا گفت که چی گفت رسول الله صلی دمی غزوه بدر؟ گفت الان یکفیکم. مسلمان آمدن گفتن یا رسول الله تعداد بسیار زیاد است. رسول الله صلی الله علیه و استغاثه کرد. استغاثه چی را میگن؟ عبادت است، دعا هست. رسول الله صلی میگه آن قدر گریه کرد و زاری کرد بر الله که حتی همین قدیفش از سر شانش میگه پایان افتاده بود. بعد از الله برش مدد خدا اعلان کرد که تنهایی لشکر نیست که 313 نفر است. و ما یعلم جنود ربک الا هو، لشکر الله را نمیشناسه مگر خود الله میفهمه. آل رسول الله صلی الله علیه و گفت بخی برشان خبر بده. رسول الله صلی الله علیه و گفت که الان یکفیکم، آیا کافی نیست برای شما او مردم؟ ایومدکم، ای که مدد برسانه شما را، کی؟ ربکم، پروردگارتان، به 3000 من الملائکه. این کافر 1000 هستند، ملائکه الله 3000 ملائکه برای شما می. اگر یک ملائکه که بیاین یک ملائکه که روان کنم، ملائکه ترس همین ما و شما در مقابل ملائکه مثل مرچه واره هستیم. حالا اگه پیش تو یک خانه مرچه باشه، تو یک دانه خشت بگیری، مثلا فرق خانه مرچه بزنی کل مرچه را از بین میبری. این یک دانه کو به پیش ملائکه مثل یک دانه خشت واره است. یعنی یک کوره که بگیرن می فرق از این مردم بزنه تکت تکش میگه. لکن چون مردم زیادتر خوش دارن عدد، الله متعال برشان 3000 ملائکه را گفت برتان روان میکنم به 3 من الملائکه. این رسول الله صلی الله علیه و گفت بس است که 3000 ملائکه نازل شوه و در پالیتان استاد شوه. صحابه بسیار خوشحال شدند. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و الله دوست داشت و رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشت. و با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کسای دشمنی میکنن که دشمن الله و دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم. احتیاط کنین که در قسمت اصحاب رسول الله بدگویی نکنه کسی. بلا آل الله متعال برشان چی میگه؟ بله اگر این تصویر، اگر شما صبر بکنین و تتقوا و تقوا بکنین و یاتوکم و بیاین مشرکان به طرف شما من فورهم و بسیار شتاب تیز بین. هذا در این حالت یمددکم ربکم، آل الله گفت که نه 3000 چی 5000 برتان روان میگیرم. یمددکم ربکم به 5000 با 5000 من الملائکه، از ملائکه هایی که مصومین نشانه هایشان معلوم است. بعضیا میگن ملائکه در غزوه بدر که آمدن لنگی های خاص داشتن، دستار داشتن. حالا بسیاری کسا میگن لنگی نپوشه، چطور نپوش؟ فهمیدی؟ این لنگی ها دیگه چهره های ملائکه بود. بعضیا میامدن میشناختن که اوه ماشاءالله چهره های خاص. مصومین چی معنی؟ یعنی نشانه های خاص. و ما جعله الله، چرا الله متعال این 5000 ملائکه روان کرد؟ میگه و ما جعله الله، و نگردانید فرستادن همین 5000 ملائکه را الله متعال الا مگر بشرا، بشارت، مژده، خوشخبری لکم برای شما. و دیگه به خاطر چی؟ ولتطمئن قلوبکم، تا که قلبایتان خوب اطمینان داشته باشه که ما غالب میشیم سر از کافرها در این جنگ. یعنی در جنگ است امو انگیزه روانی بسیار مهم است که وقتی انسان ایمان داشت، یک نفر مؤمن در مقابل 1000 کافر استاد میشه. از این خاطر اطمینان قلبی هست با ایمان. و من نصر و نیست نصرت و کامیابی الا من عند الله، شما کامیابی را از خود ندانین. نصرت از جانب کی است؟ از جانب الله هست که او هر کسی را کمک بکنه او را الله کامیاب میسازه. و شما مسلمان ها وقت ناکام میشین که شما از الله دور شوین. وقتی که مسلمان از الله دور شد خود به خود شکست میخوره. چرا الله باز نصرت رو نمیکنه؟ و من نصر و نیست نصرت و کامیابی مؤمنان الا مگر من عند الله، از جانب الله العزیز الحکیم که توانای غالب است. لیقطع، تا قطع کند، طرفا یک قسمت یا بخش من الذین، از کسانی که کفر و کافر شدند، او یک بتهم، یا امی کافرها را خوار و ذلیل بگرداند، فینقلبوا، پس بگردن خائبین، ناکام، لشکرشان هم تکت تکه و ناکام بگردن. لیس لک من الامر شیء، ای پیغمبر این امور به دست تو نیست. او یتوب علیهم، یا ای که تو مثلا اونا چی کنی؟ یا توبه از اونا را قبول بکنی، او یعذبهم، یا عذاب بکنی. فانهم، پس یقینا که ایشان ظالما هستن. آلی کسایی که از جهاد گشتن یا فرار کردن یا کسایی که بودن، الله متعال میگه کل چیز به دست الله هست و الله متعال اینا را جزایشان دوزخ، همه چیز الله بر از اینا چی کرده؟ آماده کرده. آله
رد شرک در تصرف. ولله و خاص برای الله هست حاکمیت، حفظ، حاکمیت، تصرف، نگه داشتن ما آنچه که فی السماواتی در آسمان ها هست. یعنی اگر اولادای تو از سوره الله نگاه میکنه شرک در تصرف الله نبیر، او را موره نگاه کرده نمیتونه که در گردنش میپرتی، او طفل تو را مثلا اسپند نگاه کرده نمیتونه که تو را اسپند بکنی، او را مثلا سنگ نگاه کرده نمیتونه، تار نگاه کرده نمیتونه، قبر و مرده و بت گپا نگاه کرده نمیتونه. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و مالکیت و تصرف ما آنچه که فی السماوات در اسمان ها هست خاص برای الله هست، و ما فی الارض و آن مخلوقاتی که در زمین هستند مالک متصرف و حافظ و نگهبان همه از اینا الله هست. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، یغفر میبخشد لمن یشاء و هر کسی را که خواسته باشه، و یعذب و عذاب میکنه الله متعال من هر کسی را که یشاء بخواه. والله و الله متعال غفور رحیم، غفور بسیار مغفرت کننده گناه ها هست. از این خاطر وقتی گناه کردین متاثر نشین، پس توبه بکنین، دروازه توبه و رحمت الله برایتان باز است. رحیم در پالوی مغفرت خود رحمت الله هم به امرایتان منتظر شما هست. الله شما را رحمت میفرستاده. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. آل دیگه حکم الله میاد در مورد سود است که ای مسلمان ها، کافرها که است اقتصاد کفر بر سود است. اقتصادهای کفری بر چی است؟ اساس اقتصاد کپیتالیستی چی است؟ بانک های سودی است، سودخوری است. شما مسلمان ها اگر نظام الله را تطبیق میکنین از سود دوری بکنین. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تأکلوا الربا، نخورین سود را اضعافا مضاعفه، چند برابر که مثلا سود میگیرن. واتقوا الله، و بترسید از الله، لعلکم تفلحون، شاید که شما کامیاب شوین. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، واتقوا، و بترسید النار از آتشی که التي و آتشی که اعدت للكافرین خاص برای کافرها هست. او مسلمان ها اینجا لام چی است؟ تخصیص است. آتش دوزخ خاص است برای کافران. پس مسلمان چرا میره؟ خود شما خودتان کار کافرها را میکنین، سود میخورن مثل کافر، رشوت میخورین مثل کافر، شراب میخورین مثل کافر، شما هم مستحق از او میشین، اما باز شما دائمی نمیمانین. چرا که او خاص برای کافرها هست، دوامش برای کافرها هست، موقتش برای مسلمان ها هست. و اطیعوا الله و الرسول، از قرآن و سنت یعنی از الله و رسولش اطاعت بکنین. از الله با کتاب الله اطاعت میشه، از رسول الله صلی الله علیه و سلم با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجه، اینی مسند احمد ابن حنبل و دیگر کتاب ها که اصلا شما این کتاب ها را که احادیث صحیحه باشدهش خوب استنباط بکنین، خوب دقیق ببینین علما کدام احادیث صحیحه گفتن، از او اطاعت بکنین. اگر اطاعت از احادیث صحیحه را عمل کردین شما اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و آله لعلکم، اگر اینی کار کردین شاید که بالای شما رحمت الله نازل شه. یعنی رحمت الله با تطبیق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میشن. و سارعوا، و سرعت بگیرین، عجله کنین، الی مغفرت، به مغفرتی که من ربکم، از جانب پروردگارتان است. یعنی کارهای خیر بس فردا و پس فردا نپرتین، سرعت بگیرین، عاجل شریعت الله را تطبیق بالایتان بکنین. اگر گناه کردی عاجل توبه بکن، اگر تا دیروز درس ترجمه نبودی عاجل امروز قرآن شریف پیشرید بان و شروع کن و بخوان. من ربکم و جنت، و خود مستحق جنت الله بساز. چرا؟ فردا برات معلوم نیست، تو سبا و دیگه سبا میکنی، آیا سبا زنده هستی؟ و جنت، و به جنتی که عرضها، اتو عرض از جنت میگه گسترده هست که به اندازه آسمان ها و زمین، همین قدر فاصله آسمان ها و زمین است که جنت الله اینم قدر بزرگ است. و الارض به اندازه زمین این اعدت، اینمی جنت برای کی آماده شده؟ للمتقین، برای متقیان، کسایی که پرهیزگاران هستند. متقین کدام مردم هستند؟ الله متعال معرفیشان میکنه. متقین الذین، کسانی هستند که ينفقوا، مصرف میکنند در راه الله مطابق شریعت الله به خاطر تقویت دین الله. چه وقت مصرف میکنن؟ فی السراء، در حالت خوشی، در حالت خوشی هم اگر 1 روپیه خود مصرف میکنه به خاطر امر الله مصرف میکنه. و الضراء، و در وقت حالت مشکلات و سختی ها هم مال خود به خاطر دین الله مصرف میکنه، به خاطر نفس و قوم پرستی و زبان پرستی و غرور و رواج است و ما میداریم. و دیگه صفت مسلمان ها چی است؟ والکاظمین الغیظ، مسلمان ها کظم به معنای فرو خوردن است، یعنی
قرد کردن و تیر کردن چی از غیظ، خشم و غضب است. در وقت غضب بسیاری کسا در وقت خشم و غضب کفر میگه، دین الله یادش میره. در اون وقتی که تو جگرخون بودی الله را باید داشته باشی، باید خشم و غضب تا بخوری. والعافین عن الناس، و عفو میکنن از مردم. والله الله متعال یحب المحسنین، محسنین دوست دارم. والذین، دیگه صفت مسلمان ها چیست؟ دیگه صفت مسلمان ها است که اذا فعلوا فاحشة، اگر انجام دادن کدام عمل فحش و ناروا را، او ظلموا انفسهم، یا ظلم کردن بالای نفس خود به اساس گناه یا معصیت، ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، بازیا چی میکنن؟ یاد میکنن الله متعال، فاستغفروا، باز استغفار میکنن لذنوبهم، بر گناهایشان. و من یغفر الذنوب الا الله، و من یغفر، و کی که ببخشه مغفرت کنه، الذنوب گناهها را، الا الله، بغیر از الله. دیگه صفتشان چی است؟ ولم یصروا، و اصرار نمیکنن در گناه. گناه بسیار خطرناک است. گناه خو خطرناک است، لکن از گناه کدام خطرناکتر چی هست؟ اصرار در گناه هست که وقتی برشان فرصت داده شود توبه نکنن و از گناه باز میفهمه که گناه هست، با سبب باز گناه میکنن، دیگه سبب باز گناه میکنن. وقتی فهمیدی که گناهگار شدم ترکش کو دیگه. ولم یصر، این صفات متقیان است. انسانای متقی اگر از پیشش گناه از متقی گناه میشه، بله گناه میشه، لکن چی میکنن؟ اصرار نمیکنن علی ما فعلوا، با آنچه که انجام دادن. و هم یعملون، در حالی که و هم یعلمون، در حالی که میدانن. اولئک، آل پاداش از این متقیان چیست؟ اولئک، همین مردما، جزاؤهم، پاداششان، مغفرت است، من ربهم، از جانب پروردگارشان. یعنی الله متعال گناههای از اونا را میبخشن. وقتی گناهایشان را بخشید چی میکنه؟ و جنت ها را برشان میته. اوت جنت ها و باغ هایی است که تجری من تحتها الانهار، که در زیر باغها و قصرهای از او جاری هست. الانهار، جویبارها. خالدین فیها، خالدین همیشه می باشن، یعنی جگرخون نمیشن که ما از این کدام روز ما را بکشه، میگه نه، خالدین فیها، همیشه می باشن. و نعم، و بسیار خوب است اجر العاملین، اجر و پاداش کسایی که عمل میکنن بسیار عالی و زیبا هست. حالا میگه کسایی که گناه کردن در امتهای قبلی نتیجهشان چی بود؟ میگه شما از او عبرت بگیرین، سیل کنین که نتیجه تکذیب و گناهی از اونا چی شد. قد خلت، یقینا به تحقیق گذشته است، من قبلکم، قبل از شما، سنن و عادات و رواجهای مردمانی که قبل از شما بودن که بیدینی و گمراهی میکردن. فسیروا فی الارض، پس سیر بکنین. سیر چه قسم میشه؟ که شما برین سفر بکنین و یا کتابای تاریخ مطالعه بکنین یا حادثات از اونها را در قرآن و سنت که بیان شده این بیان میکنه شما ببینین. فانظروا فسیروا فی الارض، پس سیر بکنین، حرکت بکنین در زمین الله. فانظروا، پس ببینین با چشمانتان، کیف کان عاقبت المکذبین، که کسایی که تکذیب میکردن برین سیل کنین که مثلا ترکی چطور تکه تکه شده، برین ببینین که لینن چطور خوار و ذلیل شده، ببینین که دیگه کافرها چطور مردار شدن، در زیر خاک هستن یا خودشان درشان دادن اون دعا بود پرستاره. این شما سعی کنین که عاقبت کلشان چی بود. هذا بیان للناس و هدى و موعظه للمتقین، میگه اینمی که است، هذا، این بیان و شرح است، للناس، بر مردم، و هدى و هدایت است، و موعظه و وعظ و موعظه هست، پند است. برای کی؟ للمتقین، بر انسانهایی که با تقوا و پرهیزگار هستن، یارا که میخوانن و کل ازی عمل میکنن و درس و عبرت میگیرن. دیگه چی میگه؟ میگه ای مسلمانا ولا تهنوا، و احساس اهانت و کوچکی نکنین. ولا تحزنوا، و حزن و جگرخون هم نباشین، حزین و جگرخون هم نباشین. چرا؟ و انتم الاعلى، شما بسیار عالی مقام هستین، متقیان جنرال های الله هستن. و انتم الاعلون، شما بسیار عالی رتبه هستین، عالی مقام هستین به نزد الله. این کنتم مؤمنین، اگر واقعا شما مؤمنان حقیقی باشین. بعد از این میگه در اینجا یک حادثه دیگه شد که وقتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم زخمی شدن، این اصحاب رسول الله هم وقتی که زخمی شدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار جگرخون شد. صحابه که زخمی بودن حتی و استادکایی نماز خواندن نمیتونستن، یعنی زخمی بودن اما تو دستشان یا پایشان یا وضعیت بدنشان چی بود؟ سختی بود. الله متعال به خاطر آرامش مسلمان ها و به خاطر آرامش قلبی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ان یمسسکم، اگر برسد بر شما، قرح، کدام جراحت یا زخم، یعنی شما زخمی شدین در مقابل کفار وقتی که جهاد کردین، شما جگرخون نشین. فقد مس القوم، همچنان رسیده است به قوم کافر
قرح جراحت و کشتار بر از اونها هم رسیده، مثله به مثل از یعنی سختی تنها برای مسلمان ها نیست بلکه کافرها هم زخمی و کشته میشوند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله دید بسیار جگرخون شد. و تلک الایام، الله متعال میگه و تلک الایام، و این روزهاست، نداولها، ما این روزها را مثل دوله عرد واره که یک دوله پر میشه یک روز خالی میشه، یک روز مسلمان ها پیشرفت میکنن یک روز کفار پیشرفت میکنن. این میگه حکمت الهی هست، گاهی مسلمان ها را نصرت میده، گاهی هم در صف از اینا شهدا و زخمی ها می باشه. و تلک الایام، و این روزها نداولها، این گردش میدیم بین الناس، در بین مردم. ولیعلم الله، تا که معلوم کند الله متعال الذین، کسان را که آمنو ایمان دارن، و یتخذ منکم الشهداء، و دیگه شما را این به خاطر از است که از بین شما انسانهای خوب و لکس برای شهادت برای بارگاه خود اختیار کنند که شهید شوند، مقام عالی بزرگ برشان در روز آخرت بده. والله لا يحب الظالمین، الله متعال دوست ندارد ظالمان را. ولیمحص الله، و تا که پاک و تزکیه کنه مسلمان کی را؟ الذین، کسانی را که آمنو ایمان آورده، و یمحق، و نابود و محو بکنه الکافرین، کسایی که کافر هستند. حسبتم، آل مسلمان ها را میگه که بعضی مسلمان ها بسیار آرامش طلب هستن، همیشه میخوان که هم جنت برن و هم دیگه هیچ سختی رو نبینن، هیچ برشان مشکل نیاید دیگه، قرار مفت کلذی برن به جنت. الله متعال میگه حسبتم، آیا گمان میکنین ان تدخلوا الجنه، که شما داخل جنت شوین. ولما یعلم الله، و انوز الله معلوم نکرده کی را؟ الذین، کسانی که جاهدوا، جهاد نمودن، منکم از شما، و یعلم، و معلوم تا که معلوم کنه کی را؟ از صابرین، صبر کننده ها را. باز الله معلوم کنه کی مجاهد حقیقی هست، کی دیندار حقیقی است، کی دروغگوی است. ولقد کنتم تمنون الموت، و یقینا که شما تمنا میکردین مرگ را. وقتی که بدر خلاص شد صحابه میگفتن اوه کاش که الله بر ما شهادت نصیب میکرد. شما تمنای مرگ میکردین من قبل و پیش از اینکه بودین، قبل ان تلقوه، پیش از اینکه با امراض روبرو شین. فقط رأیتموه، شما دیدین همین مرگ را و شهادت را. و انتم تنظرون، در حالی که شما مشاهده میکردین. این کسایی که صادق بودن اونا را الله از الله شهادت خواستن، الله برشان در احد شهادت نصیب کرد. وقتی که شهادت نصیب کرد، آل موضوع دیگه موضوع را میگه که بعضی اوقات مسلمان ها در قسمت، بعضی اوقات مسلمان ها در شخصیت رسول الله صلی الله علیه و افراط و تفریط میکنن. انسان مسلمان واقعی که قرآن و سنت میفهمه نه افراط میکنه که پیغمبر از پیغمبری بکشه، او را بگوید که تو صاحب عرش هستی و نور عرش هستی و عرش تو جور کردی و اتر هستی. این افراطی هایی که مثلا بعضی مردم های نادخوانه و بعضی مردم ها رو دیده باشی که خوانده میگه که پیغمبر تو عرش میه و تو فرش میه و تو این تو چیزا رو خوانده میره. این افراطیت هم نکنین. و بعضیا تفریط هستن که در شأن رسول الله صلی الله علیه و مثلا بی ادبی میکنن، بعضیا صفات الله را به پیغمبر میتن. این چی هست؟ این صفات الله را به پیغمبر دادن، این افراط است، پیغمبر را از مقامش بلند بردن. این هم درست نیست. رسول الله هم گفته که لا تطرونی، زیاد مرا توصیف نکنین که ما اطرت النصارى ابن مریم، مثل که نصرانی ها عیسی پسر مریم بسیار افراط کردن، توصیف زیاد کردن، او را گفتن این بچه خدا است، العیاذ بالله. شما این کار نکنین. ولکن لکن مردمای متوسط مسلمان باشین، بگن که بنده الله و رسول الله هست، همین رتبه محض کفایت میکنه. و بعضی کسا تفریط میکنن که بی ادبی در شان رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنن. بی ادبی در شان رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ که سنت رسول الله صلی الله علیه و قبول نمیکنن، سیرت رسول الله صلی الله علیه و قبول نمیکنن، حدیث پیغمبر صلی الله علیه و قبول نمیکنن، شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و پیشان ضعیف میاد نسبت به شخصیت انسان‌های عادی دیگر. پس اینا تفریط میکنن، بی ادبی میکنن. انسان مسلمان نه افراط باید بکنه و نه هم تفرید، بلکه چی باشه؟ متوسط باشه. این حال بعضی کسا متأثر شدن وقتی که آوازه شد که محمد صلی الله علیه و آله یا رسول الله صلی الله علیه و آله به شهادت رسیده است. بعضیا بسیار متأثر شدن و گفتن که پیغمبر، حتی بعضیا میگفتن که از دشمنای اسلام چی میکردن که اگر پیغمبر می بود باید نمیمرد. الله متعال گفت که نه متأثر به تبلیغات دشمنان اسلام نشین. و ما محمد و نیست محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم الا رسول، مگر محمد صلی الله علیه و کی هست؟ رسول است. و ما محمد و نیست محمد علیه الصلاة و السلام الا مگر رسول، پیغمبر از فرستاده از جانب الله. و این تنها یک پیغمبر خوی نبود، دیگه پیغمبرها هم بود. قد خلت، گذشته است من قبل از وی الرسول، و پیغمبرای دیگر. آلا اف امات، پس اگر او بمیرد، او قتل یا به شهادت برسد، کشته شود، انقلبتم علی اعقابکم، شما بس
پس رویتان از اسلام دور میدین، انقلبتم رو میگردانید علی اعقابکم، به پشت پاهایتان. یعنی یک دفعه به پشت پایتان رویتان اون طرف دور میدین از اسلام؟ نه، دیگه پیغمبرها هم آمدن، بعضش به شهادت رسید، بعضشان مثلا فوت کردن به مرگ عادی خود. این محمد صلی الله علیه و سلم هم پیغمبر است، فوت میکنه و یا شهید میشه. شما باید دین توسط از این نیست که پیغمبر باشد شما دیندار باشین، پیغمبر رفت بدین باشین. نه، تا زمانی که الله متعال پیغمبر آورد، وظیفه پیغمبر ختم شد، میره. کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تا روز قیامت است. اگر شما هستین دی باشین. و من ینقلب، و هر کسی که رو بگرداند، برگردد علی عقبیه، به پشت پاهای خود، یعنی پای خود که کس دور میتونه از این پشت پای کوریای پای خود روی خود اون طرف دور میته. یعنی میگه کسی که من تو روی خود دور میته از طرف اسلام، مثل که کسی پای خود دور میته، فلن یضر الله شیئا، میگه فلن یضر الله، پس هرگز ضرر رسانده نمیتونه یک شخص شیئا چیز. و سیجزی الله الشاکرین، ولکن الله پاداش میده برای کسایی که شکر میکنه که الحمدلله که الله بر ما قرآن فرستاد، الحمدلله که ما سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم، الحمدلله که تو یک پیغمبر بزرگوار داشتیم، الحمدلله که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، تابعین، تبع تابعین، علمای بزرگ اسلام برای قرآن و سنت بسیار خدمت کردن و ایره حفظ کردن. و الله متعال پاداش میده برای کی؟ برای شکر کننده ها که شکر میکنن. و ای که پیغمبر میمره یا یک شخص دیگه میمره یا کسی در صف جهاد میمره، این مرگ هر کس معلوم داره. این نیست که اگر من در صف جهاد رفتم میمرم، اگر در خانه شیشته بود نمیمره. این گپ الله متعال میگه، گپای کافرها و بیدینا و مرتدها است. مسلمان میگه که اجل هر کس معلوم داره است. اگر مرگ برات نوشته شده باشه، مرگ برات ارجع کنه. و ما کان لنفس، و ما کان، و شایسته نیست، امکان نداره ای که یک نفس لنفس، بر یک نفسی که ان تموت، این که بمیرد، الا باذن الله، مگر به اذن الله. کتابا، این کتاب هست مؤجلان که اجلش تعیین شدگی است. و ما یرید ثواب دنیا، و کسی که اراده بکنه ثواب دنیا را، منفعت دنیاوی را، نؤته منها، کسی که تنها در فکر دنیا باشه، الله متعال میگه میتیم برش دنیا میتیم، خانه برش میتیم، قصر میتیم. و ما یرید ثواب الاخرت، اما کسی که اراده بکنه چیه؟ ثواب و منفعت آخرت را، نؤته منها، برش ما او را برش میتیم. و سنجزی الشاکرین، لکن ما پاداش میتیم برای کی؟ برای کسایی که شکرگزار هستند. آل بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که این مجاهدین اسلام تنها اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نبودن، بلکه اصحاب دیگه، خود دیگه پیغمبرها و اصحابشان، اونا هم در راه الله جهاد میکردن و هیچ وقت احساس سختی و احساس ضعف نمیکردن. الله متعال امیر میگه و که عین، و بسیار چی بسیار بودن، یعنی که عین و بسا بسیار بودن، من نبیین، از پیغمبرانی که قاتل، جهاد قتالی و مسلح کردن، معه، به امرای ازمو پیغمبر، کی؟ ربیون کثیرا، انسانهایی که اونا بر رب خود بسیار معتقد بودن، اشخاصی که فقط به خاطر الله کار میکنن. ربیون یعنی اشخاصی که اونا فقط به خاطر رضایت الله کار میکنن. کثیرون، بسیار زیاد بودن. فما وهنوا، پس سست و ضعیف نشدن. الانکسار بالخوف، یعنی وهن چی نمیگه که انسان از ترس خود بشکنانه، ضعیف شوه، خود توهین بکنه که والا نیسه، ما زور ما نمیرسه، و سلاح دارن و طیاره دارن و مهمات دارن. میگه این گپا را کافران و بیدینا و مردمای منافق و ضعیف الایمان میگه. او کسانی که حقیقتا ربیون هستن، بنده های حقیقی رب هستن، الله هستن. فما وهنوا، هیچ وقت خود منکسر و شکست از ترس در وجود خود ایجاد نمی کنن. لما اصابهم، به سبب اینکه برشان کدام تکلیف برسه، فی سبیل الله، در راه الله. و ما ضعف و ضعیف هم نشدن، یعنی قوت خود ناقص نساختن که نه ولسه ما کار کردن نمیتونیم، کل چیز که هست اونا دارم ما هیچ نداریم. این گپا رو نزنین که گپای انسانهای که ربیون هست، این گپای از اونا نیست. کسایی که بنده های و حقیقی رب هستن این گپا رو نمیزنن. و مستکان، و نه هم تسلیم شدن، ای که برن مثلا تسلیم قوانین و برنامه ها و چیزای پروژه های کفری شون، که برن خدا پیش از اونا خم و لم بکنن که والا صاحب ما کت شما هستین، ما شما را دوست داریم، you are our friend، شما دوستای ما هستین، we love you، ما شما را دوست داریم. نه، گپا کسی گپای منافقا و بیدین است. والله یحب الصابرین، الله متعال کی را خوش دارن؟ کسایی را خوش دارن که در امین مشقت ها و سختی ها صبر میکنن. و ما کان قولهم، باز امی کسایی که امرای پیغمبرها یک جای جهاد میکردن، باز چی میگفتن؟ در پالوی ازی که آمادگی جهادی داشتن،
اما قسم عقیده قوی داشتن، هیچ وقت احساس اهانت و خواری و ذلت در وجود خود نمیکردن، باز اونا خود در مقابل الله تسلیم میکردن. باز میگفتن و ما کان قولهم، و نبود سخنهایشان دعاهایشان الا مگر ان قالو که میگفتن ربنا ای پروردگار ما اغفر لنا، ببخش برای ما ذنوبنا گناههای ما را. ما در مقابل همی کفار با اینمی قوتشان استاد میشیم و از پیش ما سابق گناه ها شده باشن، پروردگار گناه های ما را ببخش و اسرافنا و زیاده روی ما را که کدام وقت در قسمت کدام حرام و ناروا زیاده روی کرده باشیم، فی امرنا در امور ما، و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. و ثبت اقدامنا، یا الله ما را ثابت قدم نگه بدار، ثابت نگه دار قدم های ما را، یعنی ما را ثابت قدم نگه بدار در مقابل از کفار. و انصرنا، و نصرت کن ما را علی القوم الکافرین، یعنی در ایمان ما ثابت قدم باشیم و نصرت تو بالای ما باشه که بالای قوم کافر ما چی شویم؟ نصرت کامیاب شویم. فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره والله يحب المحسنین. فآتاهم الله، بزاد الله متعال برشان ثواب دنیا را و حسن ثواب، همچنان بهترین پاداش آخرت هم الله متعال برشان داد. والله، و الله متعال یحب، دوست دارد المحسنین مسلمانان را. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، این تطیعوا، اگر شما اطاعت کنید، الذین، کسانی را که کفروا کافر شدن، یردوکم برمیگردن شما را، علی اعقابکم، به پشت پاهایتان، فتنقلبوا، یعنی روی شما را دور میتن از دین، فتنقلبوا، پس رو میگردانید، خاسرین، خسارت کننده ها. بل الله مولاکم، بلکه الله متعال مولای شماست، دوست شماست، او را مولایتان بگیری. و هو خیر الناصرین، و الله متعال میگه بهترین نصرت کنندگان شما الله متعال است. سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب، اگر شما هر قدر ضعیف و کم باشین، الله متعال میگه وقتی که ما شما را نصرت بکنیم، با سنلقی می اندازیم، القا به معنای انداختن است، می اندازیم فی قلوب الذین، در قلب های کسانی که کفر و کافر شدن، الرعب، ترس را، بما اشرکوا، به سبب آنچه که اینا مشرک شدن، با الله شریک ساختن دیگران را، بالله، به الله، ما لم ینزل به سلطان، چیزی که الله او سلطان نازل نکردن. یعنی اونا چی کردن؟ قانون ضد شریعت الله را تطبیق کردن. الله هیچ وقت ایره سلطنت نداده، قانون مخلوقه که شما حکومت مردم توسط مردم بر مردم بسازین، هیچ ای به نزد الله نیست. و مأواهم النار، و کسایی که شریعت غیر شریعت الله را تطبیق میکنن، جایگاهشان آتش دوزخ است. و بئس المثوى الکافرین، و بسیار بد است مأوای همی کی؟ مأوای ظالمان.